باید شوهرش در دنیا راضی بگرداند. شوهر اگر از او راضی شد، شوهر در حق او دعای خیر کرد و البته وارد جنت میگردد. و سیمش که است رجل سمع حی علی الصلاة حی علی الفلاح ثم لا یجیب. پیغمبر خدا گفت سیمش نفری که در همون محله شون یا ملایی که در همون محله ملا امام است لیکن در نماز جماعت اشتراک نمی کند، حی علی الصلاة حی علی الفلاح را میشنود، بازم این قبول نمی کند و در لعنت خدا گرفتار است. حضرت ابو هریره میگوید که لئن تملأ اذن ابن آدم رصاصا مزاد، اگر در گوش فرزند آدم سرب آب کرده بریزند خیر له من ان یسمع النداء ثم لم یجیب. این برای او بهتر است از اونه که در محله مسجد هست در نماز جماعت اشتراک نمیکنه. اینا خیلی یک وعیدهای سختی است از جانب پیغمبر ما و شما در حق کسانی که نماز جماعت ترک میکنند. امروزا اکثر جوانها نمازهای جماعت ترک میکنند. در بسیاری از مسجدها شاید سببش همان پیشواشون باشد که در مسجدها، در بعضی از مسجدها جوانها کم دیده می شوند. الان که خدا را شکر اون قدرت و توانایی و سلامتی که در جوانهاست در پیرانسالها نیست. برای همین البته از همه شما خواهش دارم که در نمازهای با جماعت اشتراک کنین، انشاءالله ثواب خیلی زیاد میگیرین. اگر شما دیده و دانسته نماز جماعت ترک کنین در نزد خدا مسئول هستین، گناهگار میشوین. حتی خدا رحمت کند همین صاحب مسلک میگوید به خصوص آن گزیده دو صحرا خاتم انبیا حبیب خدا، وقتی آخر که ماند از پا باز گوش او را رسید بانگ نماز، گفت بر مرتضی مرا بردار جانب مسجد جماعت آ. از حیات آخر پیغمبر حکایت میکنه، زمانی که پایهای حضرت دیگر کار نمیکرد. حضرت علی در خدمت پیغمبر خدا بودند، گفت بر مرتضی مرا بردار جانب مسجد جماعت آ. مصطفی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سودی، با چنین مهنت و مشقت و درد به جماعت ادای طاعت کرد. بن حضرت در حالتی که زمان یا یک حالت پس از دنیا میگذشتند، ابوبکر صدیق پیش گذاشتند، حضرت پیش در آمدن نماز خواندند و پیغمبر خدا از پس ابوبکر اقتدا کردند، لیکن نماز جماعت اشتراک کردند. امروز مردم ما و شما چنان گفتی مولوی بندگان نفس را صد حیف نام بندگی، بندگان نفس را صد حیف نام بندگی، بنده صادق همان که رو به مولا میکنه. بی خبرها در فریب عشرت امروزن، با خبرها روز و شب انجام فردا میکنه. امروز بندگان نفس ما و شما شدیم. اگر در کدام معرکه‌ای که فوق‌العاده به گوش ما رسید که در فلان جا معرکه است، چی بامداد باشد چی پیشین باشد، حتمی در مسجدش نماز جماعت میخونیم، خاطر همون معرکه همون آدم. لیکن از اون معرکه‌ای که در جنت خدا برای تو آماده کرده است، از اون معرکه تو چی هستی؟ بی خبر هستی. با یک شوربای پخته از ناپخته این مرد چند کیلومتر را طی کردی آمدی و لیکن برای اون طعام‌های بهترین جنت هیچ اهمیت هم ندادی. السلام علیکم دامنای شیرین سخن. میخواهم به سوالهای من روشنی اندازید. اگر شخصی که در زمستان احتلام شود، سحر خیزد که آب گرم نیست، اگر آب گرم کند وقتی نماز میگذرد، این شخص تیمم کند ممکن است؟ تیمم یعنی خلیفه طهارت است نزد عاجز آمدن از آب. یعنی اگر شما آب نیافتین میتونین که تیمم کنین. خب اول مرضین یا اینکه اگر بیمار باشین که آب خنک در بدن شما زلال میرساند،
این زمان هم شما میتونین اگر آبی گرم نباشد تیمم کنید. او بردین یا آب خنک است. از جهت خنکی هم فقه حنفی میگوید که اگر آب خنک باشد و وقتی نماز رفته ایستاده است، اگر تو از پی آبازی شوی و وقتی نماز میگذرد، این حالت شما میتونین که تیمم کنین و نماز ادا کنین. باز برای وسیع‌تر همین موضوع برای کسی لازم است آمده گپ میزنی، انشاءالله باز برای تو معنی داد میکنیم. یعنی الحالش همین قدر شما بفهمین که یعنی آب خنک اگر در وجود شما زلال نرساند، این صورت تیمم برای شما جایز نمی شود. لیکن اگر آب خنک بر وجود شما زلال میرساند، این صورت آب گرم کرده استفاده کنیم. لیکن گرم کردن در شرایط نباشد، این حالت شما میتونید که تیمم کنید. شخص جنوب با یک تیمم هم غسل و هم طهارت کنه، درست است. البته آدمی که همون جنابت در مبتلا شده است، همون تیممی که میکند همون کفایت کننده است، هم برای جنابتش و هم برای طهارتش. یعنی با یک تیمم تو البته از جنابت هم پاک میشی، باز صاحب طهارت هم میشوی. لیکن نماز که خواندی الکی تو قدرت بر آب داری، این صورت در آب گرم میکنی و آبازی میکنی، باز و نماز دیگر تیار میشوی. شخص در نماز 4 رکعته لایق شد که قعده آخر بود، امام سلام داد و آن شخص نماز را دوام داد. با جماعت داخل شده است یا نه؟ البته داخل شده است. کسی که در کدام رکعت نماز اگر می آید امام در می یابد، اون البته از نماز جماعت حساب میخورد. حتی شما از زمان خانه قدم میزنین به سوی مسجد، آمدین که نماز جماعت دایراب هم که نکنین، شما ثواب نماز جماعت گرفتین. حتی که پیغمبر خدا میگوید که نگاه میکنین که وقت کم است، شما در راه ندوین، حتی برای نماز جماعت ندوین، بلکه آهسته آهسته قدم زنان به مسجد بیاین. اگر چی بود کردن میلش خود تنها میخونی، تو در حکم جماعت هستی، تو ثواب جماعت میگیری. السلام علیکم داملای عزیز، التماس درباره عاقبت و آخرت شخص حرف زنید که دیده و دانسته مال شخص دیگر را بسم الله گفته از آن خود میکند. چند سال باز مال خودم را از دست همین گونه مسلمان ها گرفتن نمیتوانم. با احترام یکی از اخلاصمندانتان. این الرجالا یتخوزون یتصرفون فی مال الله بغیر حق فلهم النار یوم القیامت. بخاری. امام بخاری در حدیث های خود بیان میکند که کدام مردی که مال یک برادرش تصرف میکند بغیر حق میگیرد، یقینا انتظار باشد که آتش دوزخ منتظر وی است. تو ای صوفی، گفته حضرت مولوی، تو ای صوفی که در بر میکنی دلق کن اول احتیاط از پاکی حلق. اگر حلق کسی آلوده باشد، کجا در معرفت پالوده باشد. وقتی که اگر شما حرام خور باشین، اگر ما و شما مال یک برادر را بغیر حق تصرف کرده باشیم، این مال برای ما و شما حرام است. وقتی اون مال حرام تا وقت در دست ما و شماست، یا تا وقتی که حقی را ما ادا نمیکنیم، عبادت‌های ما و شما در نزد خداوند ناقص است. عبادت‌های ما و شما در نزد خدا ثواب ندارد. این نمازی که ما و شما میخوانیم به مقصد چی میخوانیم؟ تا که ما و شما را از همین کردارهای بد باز دارد. وقتی ما نماز میخوانیم و باز بازم همین نماز خواندن که به این کردارها چنگ زدیم، این صورت در اون در عبادتهای ما و شما هیچ ثواب باقی نمیماند. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من از شما خواهش دارم با همین سوال من جواب دهید. بعضی آدمان میگویند که آدمی بیوه صدقه و معرکه کند قبول نیست. خواهش میکنم با همین سوال من جواب دهید. سوال را دادم، جوابش را منتظرم. یعنی آدمی که بیوه گفتگی، یعنی یک آدمی بی سرپرست، آدمی بیچاره کمبغل، وقتی خیر احسان میکند، در اصل خیر احسان او در نزد خدا ثواب ندارد. اسلام ما و شما
به ما و شما بسیار یک کمک های زیاد دادگی هست. حتی خدا در قرآن میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ بنده را تکلیف نمیدهیم مگر قدر قوتش. پیغمبر خدا میگه لا اشتری شیئا لیس عندي ثمنه، هیچ چیز نمیخرم تا وقتی که اگر در کیسه من، در جیب من اگر پول نباشد. امروز ما و شما چنان معرکه های کردیم، با چنان معرکه های کرده ایستاده ایم که هیچگاه ما و شما از قرض خلاص نمیشویم. هیچگاه. اگر همین عمل های ما و شما باشد، همین اسراف های ما و شما باشد، من به همه شما پیشکی خبر میدهم که هیچگاه شما بای نمیشوید و هیچگاه پای شما در یگان ماشین سبکرو نمیدراید. یعنی همه وقت شما خار و ذلیل میشین در صورتی که اگر بر اسراف شما راه دید. بین باور کنین یک معرکه های داریم که هیچ اوکی اونا را دیگر من بیان کرده نمیتوانم. آمده همه اینها بعد چی میشود؟ اسلام گناهگار است. امروز فرزندای ما و شما از حساب همین خراجات های بی معنی و از همین خراجات های بی فایده و اسراف ما و شما در بدر شدن. فکر میکنیم همین $1000 و $2000 که از ملک های روسیه میارن همین را به یک آسانی به دست میارن. همون کارگرها را پرسان کنید که در کدام حالات بیچاره روز گذرانیدن، آمدن رسیدن که باز در همینجا خیر خدایی سر می شود. از همان سومی که به زحمت به مهنت آورده استش باز $100 و $200 باز خیر میکند. این چی معنی دارد آخه؟ اسلام هیچ وقت ما و شما را تکلیف نمیدهد. اگر ما و شما اراده ثواب داشته باشیم، اگر شرایط نداریم، خیر احسان را دست نزنیم. برای ما و شما خیر احسان مرحمت، نماز جمعه، صحبت خوب، چهره خندان، همه این در نزد خدا ثواب دارد. باید همین یک عمر همین مردم ما و شما قرضدار باشد. ما و شما از حساب همین ناداریمان هیچ جا سیاحت برآمده نمیتونیم. تمام استراحت جاها در کیا استراحت میکنن؟ همون کسانی که هیچ نبوی اسلام به مشامشان رسیدگی است. همه راحت اونا از خود کردگی هم. برای ما و شما را چنان پروگرامه های جور کردگی هستند که دیگر اصلا میگون که از قرض نمیبراییم. یک مرده 3 بگهی نمیتیم، 7 بگهی نمیتیم، 40 میتیم، 20 میتیم، سال میتیم، 1 سال دیگر پنجشنبگی میتیم. در کدام کتاب است این؟ کنی کو در کدام کتاب است؟ کنی همین بین شما اگر داملای باشد خیزت بیاد 100 جان ما هم قبول داریم. همین بارهای وزبین در گردن مردم بار کردیم. از این خاطر کدام انسانی که دست نارسا دارد، از همه شما خواهش میکنم از همسایه نترس، از همسایه شرم نکن، از خدا شرم بکن. قد همون قوتت. این است خاص اسلام ما و شما. حتی پیغمبر میگوید ابدا بنفسک فتصدق علی. اول نفس خود تسیر کن، اول خودت از لباس و از خوراک خودت تأمین شو، بعد از آن زن و فرزندها تا تربیه کن، بعد از آن خیش قومیت تا برسان. وقتی که اگر دستی تو از همه اینها که زایتی شد، بعد مرحمت بیرون برا، خواه همسایه میره، خواه کجای ده که خیر احسان میکنی. السلام علیکم داملای عزیز. موی سفیدانی پیشترم میگویند که در شب چهارشنبه باید که بازن خواب خیز نکنی. راست است. باز میگویند که در روی الافزار بازنت علاقه جنسی نکنی، زیرا فرزندی ناصالح میبراید. اکنون فرزندی صالح و ناصالح این به خدای ما و شما وابستگی دارد، به الافزار و به روز چهارشنبه وابستگی ندارد. اینا هیچ دلیل اصل ندارد، هیچ دلیل اصل ندارند که در روز چهارشنبه یا روز دوشنبه مثال بازن خانه‌داری کردن دیگر هست. اینا هیچ معنی ندارد. هر کسی که قدرت دارد، خواه در روز است
خواه در سحر است، خواه در پیشین است، در کدام حالتی که نبیش مالی توست، مرحمت استفاده کردن بگیر. اینا هیچ اصل ندارن. این سخنان گفتن، حضرت گفتن، صاحب 4 کتاب گفتن، لیکن به اساس است، اصل ندارد، دلیل ندارد. شاید که همون صاحب 4 کتاب همین را نگفته باشد، شاید همین اسرائیلیت باشد، همین دشمنان اسلام برای مسلمان ها ممکن که داخل کرده باشد، تا که همون روز چهارشنبه شاید که مثال همون مرد اشتهای زیاد داشته باشد، اسلام منش کرده است، گفته است دیگر همین نعمت بعد محروم می شود. السلام علیکم. به املای شیرین سخن. من یک شخصی نزدیک دارم که او زنش را طلاق کرده است و با ما همدیگر مصلحت کرده تا طلاق مرا هیچ کس نفهمد. گفته با همدیگر زندگی دارند و بعد از طلاق از آنها پسر بچه به دنیا آمد. از شما خواهش میکنم که به این سوال جواب درست دهید که تا اینکه با واسطه دیگر شخص من جواب این سوال را به اون انسان برسانم. خیلی پنهان خدا در قرآن میگوید این تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. شما چی پنهان عمل، چی عملی را در پنهانی انجام میتین، چی عملی را در آشکارا انجام میتین، از همه این خدای شما با خبر است. پنهانش کرده است. مثال با زن طلاق کرده شده که زندگی میکند، زندگی و البته حلال نیست. اون فرزندی که به دنیا آمده است، او فرزند الکه ولد زنا هست، اون بیچاره الکه یک داغ در وجود او جایگیر شد. این کارها آینده آشکار می شوند و همون فرزند بیچاره که هیچ گناه ندارد زیر ملامت رفیقاش گرفتار می شود. برای همین بهترین صورتش همین است که این پنهان کردن در کار نیست، بلکه در مفتیات رفته عریضه کردن در کار، مراجعت کردن در کار. راهاش باشد مرحمت، راهاش نباشد باز یگان توصیه دیگر همون صاحب فتوا هستن به شما توصیه میکنند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگار عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی. مرادها و مطلوبهایی که در دل این بندگانت است خدایا با فضل و کرم خود برآورده خیر بگردانی و تمام آن سردارهایی که بالای سر داریم خدای مهربان اولا توفیقشان را رفیق بگردانی، محبت قرآن و اسلام را در دلشان جایگیر بگردانی و خدایا محبت این ملت تاجیک در دلشان جایگیر بگردانی و تمام آن نقشه های نیکی که برای آباد کردن این تاجیکستان ما دارند خدایا موفقشان بگردانی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. دیروز یک مجلس بود در مسجد بابای ملا حیدر با اشتراک همین داملاهای شهر کولاب گذشت و بعضی از کارمندهای حکومت هم اشتراک داشتند. اونجا یک اعلام بود، گفتن که به سمع همین مردم کولاب برسانید. امروز هم شما با فکرم که آگاه هستین از برنامه‌های تلویزیون هم که کار مسجد بابای ملا حیدر شروع می شود با دستگیری حکومت. یعنی شاید که فرمان آمده باشد که همین مسجد آباد کنند و 2 روز پیش علاکه $1000 خود رئیس حکومت گذراندگی است در همون صورت حسابی که علاکه در بانک ملی ہوئی کردگی هست و دیگر نماینده های حکومت هم صد سامان و هر کسی که مقدار قوتش گذرانیده ایستاده است و از ما خواهش کردن که به سمع همون مردمی که در اطراف شما هستن برسانیم که هر کسی که برای آبادانی همون مسجد، بنای همون مسجد میخواهد، همون بانک ملی میرود، همون جب یعنی حسابچی و همون کسیر و همش هست، اعلان میکنیم چند سومی که داشته باشید برای خاطر ثواب همجا چک کرده در دست تو همون کاغذ میتن که مثال چند سوم شما در همون مسجد گذراندید و گفتن که اعلان کنین که ملا حیدر در کار سومی کار نداره. ملا حیدر ای کارهای سومی دور کردگیان که انا تا که مثال باز و بعضی همون آوازه و مثال ناباوری هایی که بود همونها در دل مردم جان نگیرن و رفته همین کار انجام بدن. لیکن من فکر میکنم خیلی کاری خوب است. باور کن اگر همون آباد شود او برای ملا حیدر نیست،
یا او برای یگان داملای دیگر نیست، او برای مردم کلاب ما و شماست. آینده او میدان و او شرایطی که در اون مسجد است، در اون مسجد مهمانخانه هم می شود، در اون مسجد جای تعلیم همین مدرسه بچه ها هم می شود. انشاءالله فکر میکنیم که آیندهش خیلی نیک است و تمام داملا در همونجا جمع می شوند، مثال به تعلیم همین فرزندای مردم کلاب آماده می شوند. برای همین کدامید که اگر قوت دارین، قدرت دارین، شرایط دارین، مرحمت اینا درهای بانک ملی کشادگی است، در همونجا صورت حساب مخصوص دارد. لیکن باز کدامید که اگر میخواهین مسجد ما هم ولی تعمیرش رفته است، اگر یکی خواهشمنده هم که باشد اکن مسجد ما با او اندازه نیست لیکن میشود آخه طهارت خانهش رفته است. انشاءالله نه پهلوش هم آبادی ها در نظر داشتگیم. اگر باشد مرحمت کسی که در اون طرف و این طرف قهوه که مثال در همون راه های اسراف سر می شود، ما شما مثال پولی کلان طلب نداریم، هر کسی که مقدار قوتش برای ثواب خلاص. خداوند عاقبت همه ما و شما را بخیر کند. آمین یا رب العالمین.